امروز نحوه ریشه دار کردن قلمه انگور موندراپ رو با هم دیگه بررسی میکنیم. ابتدا قلمه ها رو تهیه میکنیم، اونها رو دسته بندی میکنیم. قبل از هر کاری خاک رو آماده میکنیم. خاکمون متشکل از کوکوپیت، ماسه، اگر باشه پرلایت هم اضافه بشه خوبه که عموما پرلیت هم گفته میشه. بعد میایم قلمه ها رو از همدیگه جدا میکنیم. قلمه هایی که سالم هستن رو انتخاب میکنیم و قلمه هایی که بیماری دارن رو میذاریم کنار، مثل بیماری های پوستی، قارچی و زخم هایی که دارن. اونایی که زخم دارن رو میذاریم کنار. قلمه ها که الان ما بریدیم یا 5 جوانه یا 6 جوانه، الان 1 2 3 4 5 تا جوانه داره. ما یه دونه این پایینی رو انتخاب میکنیم، یه دونه هم از گره بالایی برش میزنیم. این میشه قلمه 2 جوانه. قبل از اینکه ما قلمه ها رو ببریم میایم قیچیمون رو ضد عفونی میکنیم. بهتره از همون محلول قارچ یا الکل استفاده کنیم تا کارمون سالم تر بشه. الان این قلمه 5 گره، 1 2 3 4 5 تا گره. ما یه دونه 2 گره، یه دونه 3 گره میتونیم انتخاب کنیم. یه دونه از پایین قلمه نزدیک گره اول، یه دونه از بالای گره دوم به صورت کج برید. باز دوباره پایین قلمه صاف، بالای قلمه کج به صورت قریب مخالف جوانه، یعنی سرازیری مخالف جوانه باشه، پایینم صاف باشه. بعد میایم قلمه ها رو داخل آب میریزیم. اگر محلول ریشه اضافه کنیم خیلی هم عالی. اینها رو چند دقیقه بذاریم داخل آب و یا ریشه بمونه خیلی خوبه. برای قارچ کشی هم محلول تیوفانات متیل رو 70% رو انتخاب کردیم. معمولا 1/1000 میزنم، ما نیم در هزار استفاده کردیم که زیاد قوی نباشه. آبش رو عوض میکنیم و محلول قارچ کش رو استفاده میکنیم. حدود 10 دقیقه، نهایتش 15 دقیقه، بیشتر از این نذاریم بمونه توی قارچ کش. دوستان این میز رو انتخاب کردم، زیرش یه دونه بخاری برقی کار گذاشتم، داره الان میز رو گرم میکنه. خب بعد روش رو با یه دونه محافظ پوشوندم که گرما مستقیم زیر میز باشه. این هم سبدیه که میخوام قلمه ها رو توش بکارم داخل خاک. ته سبد رو هم سوراخ کردم که زهکشی مناسبی داشته باشه. خاک رو میریزم داخل سبدها و صافش میکنم. خاکی که رطوبت داره و بعدا آبیاری نمیکنم. من 1-2 روز میذارم بعد آبیاری میکنم. اون قسمتی که تهش صافه اون رو داخل خاک میکنم و قسمت اوریب بالا میکنم. بهتره که قبل از کاشت یه خراش‌های کوچیکی روی پوست قلمه بزنیم که کالوسایی بیشتر داشته باشه. فقط دقت کنید خراش‌هایی که میندازیم خیلی عمیق نباشه. ما میتونیم بعد از آماده کردن خاک بستر دسته بندی کنیم. تو دسته های 20 تایی 50 تایی هم این کار رو انجام بدیم. باز همون روش رو میتونیم ادامه بدیم. دمای محیط بهتره بین 15 تا 20 درجه باشه و دمای خاک و زیر میز بین 20 تا 25-6 درجه باشه. این اختلاف دمایی 5 درجه باعث میشه که ریشه و کالوسایی سریعتر از جوانه انجام بگیره. بخاری هم روشنه، دما هم متعادل.